به نام خدا. بررسی آزمون شبه نهایی زبان پایه دهم. توی قسمت‌های قبل listening, vocabulary, grammar, reading رو کار کردیم و توی این قسمت می‌خوایم writing رو بررسی کنیم. سوالات رایتینگ 8 نمره داره و بخش مهمی از آزمون شبه نهایی و نهایی شما هستش. قسمت اول رایتینگ با این سوال شروع شده: اسمهای مشخص شده در متن زیر رو با توجه به نوع آنها در کارت مناسب قرار دهید. شما نیاز به خوندن متن ندارید، فقط اسمهایی که مشخص شده رو بایستی با توجه به نوعشون در این کارت‌هایی که این پایین می‌بینید قرار بدیم. خب اسامی رو بررسی می‌کنیم. کلمه اول hunters یعنی شکارچیان. دسته‌بندی که اینجا هست person یعنی یک شخص، place یعنی یک مکان، idea یعنی یه ایده، یک مفهوم، thing یعنی یه چیز، یه شی. خب شکارچی قطعاً یک شخص هست و توی این دسته قرار میگیره. مورد بعد attention یعنی توجه نه شخص، نه یه مکانه و نه شی، پس توی دسته در واقع ایدیا قرار میگیره. مورد بعد photos. فوتو خب به معنی عکس هست، عکس یک شی هست و در دسته thing یا شی قرار میگیره. و مورد آخر هم museum به معنی موزه که یک مکان هست و در دسته place قرار میگیره. پس person, hunters, place, museum, idea, attention, thing, photos. این شد جواب سوال اول. سوال بعد گفته که به مریم کمک کنید که کلمات در هم ریخته را به شکل درست بیان کند. خب سوال پرسیده که is your father older than your mother? Is your father older than your mother؟ میگه آیا پدر تو از مادر تو مسن‌تر یا پیرتر هستش؟ جواب داده که نه، پدر من. حالا اینجا من یک صفت رو دارم is as old as my mother. خب توی این در واقع جواب گفته که no my father is، پدر من هست. من به صفت برابری نیاز دارم. صفت برابری هم میشه as به اضافه صفت به اضافه as که میشه as old as. My father is as old as my mother. توی صفت برابری میخوایم بگیم که این اسمی که اینجاست به یک اندازه، به یک شکل، به یک در واقع مقدار این صفت رو در واقع داراست با این اسم. پس my mother and my father. My father is as old as my mother. قسمت بعد گفته که اسمهای مشخص شده در متن زیر رو به شکل جمع بازنویسی کنید. خب جمع بستن اسامی رو خب توی حالت پیشفرض ما برای جمع بستن اسم کافیه یه دونه اس بهش اضافه کنیم. کلمه اول یا اسم اول friend هست. با اضافه کردن یه اس به اسم friend که میشه friends جمع بسته میشه. کلمه بعد باکس هستش. باکس از اون کلماتیه که برای جمع بستن ما نمیتونیم اس بهش اضافه کنیم. کلماتی که در واقع اسامی که حرف آخر اونها x, ch, sh و در واقع او هستش گاهن میتونید به جای s از es برای جمع بستنش استفاده کنید که اینجا باکس میشه boxes. بعضی از اسامی هم بیقاعده بودن مثل کلمه یا اسم woman که جمعش میشه women و میبینید که کاملا متفاوت هست، نه اس بهش اضافه شده و نه
ES و مورد آخر هم hour که یه اس بهش اضافه میشه hours. سوال بعد گفته که متن زیر بخشی از انشای پروین است. به او کمک کنید اشکالات این متن رو کامل کنه. خب شما توی این متن بایستی اشکالات رو پیدا کنید و بنویسید. گفته که I think that Saturdays are my favorite days because I'm having my favorite subject English. It is great because we study in the language lab and our teacher, Mr. Tahiri, is so funny. خب من اینجا قسمت های رو مشخص کردم. مثلا Saturdays, I'm having, English و طاهری. اینا قسمت هایی هستن که اشکال دارن اما دلیلشون چیه؟ Saturdays بایستی با حرف بزرگ نوشته بشه، یا English و طاهری هم به همین شکل. اسامی خاص همیشه با حرف بزرگ نوشته میشن، هر جای جمله که بیان به همین شکله. و have اینجا به معنی داشتن یک فعل state هستش، action verb نیست. state verb ها هیچ وقت به شکل ing یا استمراری نمیان. این هم نکته بعدی هستش. پس اسامی خاص همیشه در هر جای جمله با حرف بزرگ نوشته میشن و افعال حالتی یا state verbs هیچ وقت به صورت استمراری نمیان. و سوال بعد گفته که در این موارد خواسته شده در هر کارت رو با استفاده از گفتگوی مشتری و فروشنده بنویسید. برای هر مورد یک نمونه کافی است. چی رو از شما خواسته؟ از شما خواسته سایز بنویسید، کالر یا رنگ بنویسید، یه اکشن ورب و یه استیت ورب بنویسید. خب من اگر که نگاه بکنم کلمه help به معنی کمک کردن، این یک فعله، یا looking for این هم یک فعل دیگه است. من باید تشخیص بدم که آیا اکشن وربه یا استیت وربه. اکشن ورب ها فعل هایی بودن که توشون یک کاری اتفاق می افتاد، یک عملی اتفاق می افتاد. مثلا help کمک کردن، خب یک کاری تو این جمله اتفاق افتاده، میتونه جزء اکشن ورب باشه. اما استیت ورب ها یا افعال حالتی یه حالت یا یه وضعیت رو نشون میدن. مثلا گفته که this one is great، این یکی عالیه. چه اتفاقی افتاده؟ عملا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، صرفا عالی بودن اون رو نشون میده. یا گفته the blue looks nice on you، این آبیه بهت میاد. بازم میبینید که هیچ اتفاق خاصی توی این جمله در واقع رخ نداده. پس اینها فعل های در واقع state verb هستن. اما help یا look for میتونن فعل های action باشن. مورد بعد blue and green، خب اینا رنگ هستن، آبی و سبز، و small size رو نشون میده. پس برای سایز ما میتونیم در واقع کلمه small یا صفت small رو استفاده کنیم به معنای کوچک. color میتونیم blue یا green، گفته یه دونه کافیه. action verbs looking for یه action verb یا look for در واقع. state verbs looks یا look در واقع میشه state verb ما. اما اینم از قسمت رایتینگ. ممنون میشم اگر این سری آموزش ها رو دوست دارین ما رو دنبال کنین و ویدیوهای دیگر رو هم ببینید.